با نام خدا و با عرض سلام به خبرهای این ساعت خوش آمدید. یک گروه 7 نفری هراس‌افکن با یک موتر مملو از مواد انفجاری در ولایت کندهار بازداشت شدند. ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه میگوید این افراد که قصد داشتند با استفاده از موتر پر از مواد انفجاری حمله های هراس‌افکنی را در جریان پیکارهای انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی انجام دهند، اما پیش از رسیدن به هدف با شمار جنگ افزار بازداشت شدند. 8 طالب از اثر چند عملیات نیروهای افغان در نقاط گوناگون کشور کشته شدند. وزارت امور داخله با نشر خبرنامه میگوید در این عملیات ها که در جریان 24 ساعت گذشته در مربوطات ولایت های کنر، کندوز، کندهار، زابل و هلمند انجام شده است، 6 طالب با شمار جنگ افزار و مواد انفجاری بازداشت شدند. 3 تن از اثر حمله های طالبان در ولایت غور کشته و 1 تن دیگر زخم برداشت. مقام های امنیتی در غور میگویند این افراد دیشب زمان آماج حمله طالبان قرار گرفتند که اوراق تبلیغاتی یک نامزد شورای ولایتی این ولایت را به ولسوالی تیوره انتقال میدادند. 13,000 زن برای بازرسی در مرکزهای رایدهی زنانه گماشته می شوند. وزارت امور داخله میگوید برای این زنان آموزش های لازم داده می شود تا رای دهندگان زن را در مراکز رایدهی به گونه درست تلاشی نمایند. قرار است مرکزهای رایدهی در 16 حمل سال آینده به خاطر رای دادن به نامزدان ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی برای 1 روز باز شوند. چین در پیکار با هراس‌افکنی با افغانستان همکاری میکند. وانگی وزیر خارجه چین که در نشست گزارشدهی سالانه در پارلمان کشورش سخن میزد افزود هرگاه افغانستان ناامن باشد کشورهای منطقه مشمول چین نیز از آن متاثر خواهند شد. وی همچنان افزود که کشورش آماده است تا نیروهای امنیتی افغانستان را آموزش دهد تا پس از بیرون شدن نیروهای خارجی از این کشور بتواند امنیت کشورشان را تأمین نمایند. 2 دزد در ولایت بغلان از سوی پلیس بازداشت شدند. جنرال امین الله امرخیل فرمانده پلیس بغلان میگوید این افراد که پیش از این افزون بر اذیت مسافران در مسیر راه ولسوالی بغلان مرکزی اموال آنان را نیز دزدی می‌کردند، دیروز از ولسوالی یاد شده با 1 جنگ افزار بازداشت شدند. بر بنیاد خبر دیگر 1 موتر باربری که در آن 2 کانتینر مشروبات الکلی انتقال داده می‌شد شب گذشته در شهر پلخمری کشف و ضبط گردیده است. گفتنی است عامل انتقال دهنده این مشروبات الکلی نیز از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است. این بود خبرها که تقدیمتان شد. خدا نگهدار.